کلی پیام دادین و گفتین آموزش ساخت مودبورد رو بذار بیاین تا بهتون بگم. وارد پینترست میشی، از این قسمت پایین به علاوه رو میزنی، ساخت کلاژ رو میزنی، هر چی که رو صفحه اومد ببندش. حالا به علاوه پایین رو میزنی و هر چی که دوست داری سرچ میکنی. مثلا من سرچ میکنم مبل و این همه سبک مختلف مبل میاد. یکیشو انتخاب میکنی، فقط حواست باشه که تو بک‌گراندش زیاد چیزی نباشه و بتونی جداش کنی. حالا میری سراغ فرش و اون سبکی که دوست داری رو پیدا میکنی و اضافهش میکنی. اینجوری میتونی تکونش بدی و حالتش رو تغییر بدی. اونم اضافه میکنی، میری سراغ میز ناهارخوری و همه چیزایی که دوست داری و به همین روش اضافه میکنی به تصویرت. حالا برای ذخیره کردنش رو نکست بالا که بزنی، کرییت رو که بزنی میاد بیرون و وارد پروفایل میشی و از قسمت کلاژ که نوشته اونو پیدا میکنی و از اون 3 نقطه پایین دانلود ایمیج رو میزنی. بعد میای تو چت جی پی تی و این متن رو بهش میدی و کلمه‌ای که بهت گفت دکور تو اینه رو دوباره وارد پینترست میکنی و به همین راحتی سبک مورد علاقت رو پیدا کردی.